همه جامعه ایران و غیر ایران تلاش به سانسور کردنش دارن، مواد و وسایل مورد نیازش توی پلاستیک مشکی داده میشه. انگار که یه چیزیه که ما باید ازش خجالت بکشیم و خدا رک و راست و واضح توی کتابش گفته. نه تنها گفته، این کتاب به پیامبر نازل شده، پیامبرمون هم آقا بوده. نگفته زشته من نگم به پیامبر، نگفته چرا خودمون قانون در میاریم. بگو این حالت ناراحتی و اذیتی به همراه دارد، آن هم بیشتر برای زنان. ای آقای محترم، اگه داری الان این صدا رو میشنویت، میخوام که توی دوران پریود مراقب همسرت باشی. ولی فرض کنیم که قراره چند لیتر خون از دست بده، دقیقاً این شکلیه و هر ماه این دوره تکرار بشه و تکرار بشه و تکرار بشه. برای چی؟ برای اینکه بعداً یه محیط تمیز، سالم و آنتی باکتریال واسه فرزند شما وجود داشته باشه. پس مراقبش